از هر 10 ایرانی بپرسید چطوری لازانیا درست میکنی، همه میگن اینطوری. اما امروز میخوام 2 مدل لازانیا متفاوت بهت یاد بدم که اگر جلوی مهمونات بذاری همه انگشت به دهن بمونن. ترفند شستن قارچو که دیدی، پیازارم خورد کردم و نمک زدم که آب بندازه. فلفل دلمه یارم یه دست خورد کردم. پیاز زاغ که آماده شد، نمک و زردچوبه و گوشت اضافه میکنیم و حسابی تفت. یه عالمه گوجه پوره شده میخوایم بریزین، آبش کشیده شد، بهش رب اضافه کنید و حسابی تفتش بدید. اینجوری روغن بندازه و قرمز بشه. قارچ یادتون نره. نکته مهم اینجاست که تو سس بشامل فلفل سیاه نمیریزن. ادویه‌اشو تو کپشن برات نوشتم که حتما بده. لازانیا رو داخل آب جوش به صورت زبدری بندازید که به هم نچسبه. سس بشامل باید به این غلظت باشه. یک لایه به صورت عمودی مواد رو میریزیم، پنیر، سس بشامل و لایه بعدی به صورت افقی که توی چیدمانش و کشیدن و سروش تاثیرگذاره. و اما روش دوم که روی گاز درست شد، همه مواد اضافه و لازانیای خورد شده رو با هم خیلی تنبلانه یکی کردم گذاشتم روی. اینم از لازانیای خوشمزه و دلبر ما. کشو ببین. وای، نمیدونی چقدر جذاب شد. دومی از اولی خوشمزه تر. اصلا به قیافش نمیاد. چند تا نکته دیگه مونده، عدد 1 رو کامنت کنی برات میفرستم. سیوش کن. نوش جان.